ما دیگر از نظام فاصله میگیریم، به مردم میپیوندیم. مشکل اقتصادی ما ریشش در امر سیاسته و بنا به توصیه و تذکر رهبری کابینه یک پارچه رأی آورد. اون بیانیه مورد نظر موافق کل اصلاحات نبود. ما الا و لابد باید خواست ملت رو عمل کنیم ولو اینکه مردم اشتباه بکنن. دلالت بر این داشت که نه، ظرفیت دفاعی ما کم نیست. بخش زیادی از قدرت سالیان دراز اختیار اصلاح طلب بوده. نمره ردی نمیگیره دولت. اینا مصیبت‌های ماست که جامعه به اصطلاح نامحرمند. نباید نیازمند این باشیم که در هر زمینه‌ای از رهبری هزینه بکنیم. بنده بسیار خوشحالم که با یک کارشناس امنیت نشستم. احترام نظامی یا اون سود ملی رو نمیخونه. چرا؟ حتی اگر با نظام ها با سیاست اختلاف داشته باشیم. اگر میتونید پاسخ بدید که چرا؟ اینا دشمنن؟ اینا کی این کارو میکنن؟ من اصلاح طلب نیستم. ادعا میکنم ایران امروز هزینه سنگینی در برابر استقلالش داره میپردازه.